شما میدونید نظر پیغمبر در مورد خانوما چیه؟ پیغمبر خاتم فرمود خدا هر کیو دوستش داشته باشه دخترش میده. میدونید پیغمبر خاتم فرمود پسر نعمت است دختر رحمت است. و میدونید سوال کرد یا رسول الله فرق رحمت با نعمت چیه؟ فرمود روز قیامت قرآن میگه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، همتون رو به صف میکنیم، نعمتایی که بهتون دادیم و ازتون بازخواست میکنیم. تو روایات 11 چیز نعمت هست، یکیش پسره. پرسید یا رسول الله و چرا دختر رحمته؟ رحمت چیه؟ فرمود رحمت جایزه ویژه خداست به بنده‌اش. میدونید پیغمبر خاتم رو گفتن ابتر مقطوع نسل، خدا یک دختر داد به خاتم انبیا، یه سوره برای اون نازل کرد که کلمه به کلمه این سوره کوثر تو کل قرآن نیست. میدونی پیغمبر خاتم فرمود اگر پدری و مادری یه نگاه با محبت به دخترش بکنه، یه بوسه به پدر مادر به دخترش بزنه، ثواب یه نگاه با محبت و یه بوسه پدر مادر به دخترش چیه؟ گفت چیه؟ گفتم پیغمبر خاتم فرمود 100,000 حجة مبروره و مقبوله، 100,000 حج قبول شده برای هر یه بوسه، برای هر یه نگاه. شما اگر بخوای عمره رو حساب کنی با پول و با مال، ببین چقدر میشه برای یه نگاه با محبت. این همه ثواب، اون هم عمره قبول شده، چه خبره؟ گفتم یه سوال میکنم، اگر یه دختری توی خانواده‌ای بزرگ بشه که باباش فوشش بده، مادرش نفرینش کنه، برادرش کتکش بزنه، هیچ کس توی این خانواده این دختر رو تحویل نگیره و کمبود محبت و احساسات و عاطفه داشته باشه و این دختر بیاد تو خیابون و با یه قربونت برم گول بخوره، بعد همه بفهمن چند میلیارد باید این پدر و مادر خرج کنن تا آبروی رفته دخترشو برگردونه، 100 میلیارد، 1000 میلیارد. پیغمبر میگه بابا دخترت تو خونه اینقدر تحویلش بگیر، اینقدر قربون صدقش برو، اینقدر فدات شمش بگو که وقتی تو کوچه و خیابون یه صیادی به دخترت رسید گفت قربونت برم، این قربونت برم براش تازگی نداشته باشه، گول بخوره، دلشو کسی ندزده. برای این پیغمبر میگه دختر 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 شناسنامه خانواده است، دختر شناسنامه طایفه است، زن غیرت کشور است، آبروی ملت است. شما میدونید